اگر درباره خودم گویم من اینترنشنال هستم، چون که تولد شدم در داغستان، شهر مخچکالا. یک ساله بودم که منو بردن ایران، تا 14 ساله در ایران زندگی کردم. آنجا برگشتیم در ترکمنستان، از ترکمنستان اومدیم تاجیکستان، از تاجیکستان منو فرستادن شهر ایوانو اینترنشنال دتسکی دوم، تا صنف دهم در همونجا ایوانو تموم کردم. بعد آمده تاجیکستان وارد کینوستودی شدم که گفته بودم. بعد ملتم در پاسپورت آذربایجان. بس من کی هستم؟ اینترنشنال. اما کجا روم میگم من تاجیک هستم، چون که در تاجیکستان زندگی میکنم، نان و نمک تاجیکستان میخورم و در هوای زیبای، منظرهای زیبای تاجیکستان زندگی میکنم و کارهایی که کردم همش درباره تاجیکستان است و نمایشگاهی که در تمام نیم جهان گذاشتم همش زندگی تاجیکستان نشون میدن، چهره ها و زندگی تاجیکستان، رسم و عادت تاجیکان رو نشون میدن. من از بچگی صورتگیری میکردم، از صنفای سیوم چهارم، اون وقتا اپارات های همین مایدچه بودن، همین سیمین میگفتن، گوناگو میگفتن، اما خیلی اساسه میکردم. وقتی که کلان شدم یک حادثه شد که وارد دانشکده نشدم و آمدم دوشنبه وارد کینوستودی تاجیک فیلم شدم. 1958 بود. من همین یک جا کار کردگی، همین وارد تاجیک فیلم شدم کار و اینجا پنسی برآمدم.